ساعت با وقتی پراگ رسوده است بینندگان عزیز و در چند دقیقه دیگر چون همیشه من برای شما سرخط خبرهای روز رو در همین وقت میگم تا اینکه در برنامه خبری ما رو همراهی کنید، البته با تفصیلات این و دیگر خبرهایی که تا اون لحظه به دست ما خواهد رسید، یعنی تا ساعت 1 با وقتی پراگ. مرگ از بی‌احتیاطی و چرا والدین به فرضیه وزارت دفاع باور ندارند. جسم سربازی که سال 2017 اختیاری به خدمت حربی رفته بود به دست نزدیکانش در اصفهان سپرده شد. سرژانت خرد که تو انجام مهلت خدمتش همگی 40 روز دیگر باقی ماند از پیشانیش تیر خورده است. والدین این سرباز فوتیده گفتند تلاش خواهند کرد که علت اصلی مرگ فرزندشان را معین کنند. در برنامه خبری برای شما بینندگان عزیز در این باره تفصیلات می‌دهیم. نوارها را نیز از لحظه جنازه این سرباز هلاک شده در اختیار آزادی ویدیو داریم. در گذشته هم حادثه‌های خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده از بدرفتاری با سربازان را یکی از سبب‌های اصلی رخ دادن فوجیه‌ها در ارتش می‌نامند. برخی از فعالان حقوق می‌گویند از بس که چنین فوجیه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالتهای زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدین هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمی کنند. جهش قرب رسمی دلار قیمت محصولات در بازارها را بلند کرده است. در همکاران ما با مشاهده از بازارهای دوشنبه میگویند تنها 3 روز از اعلان قرب رسمی 9 دلار کفایه بود که نرخ محصولات بالا برود. حالا نرخ تخم و آرد، بعضی از نوعهای سبزیجات و محصولات گوشتی زیاد شده است. اگر امکانیت دست داد در برنامه خبری میتوانید در این باره گزارش رو تماشا کنید. 69 تن از مهاجران ازبکستان که در شرکت کشاورزی در ولایت سمره روسیه فعالیت می‌کردند احتمال از زهر موش زهرآلود شدند که در افغان رستنی آمیخته شده بود. 11 تن از ساکنان ولایت اولیانوی روسیه از جمله 2 کودک بعد از زهرآلودشوی از روغن در بیمارستان بستری شدند. 2 تن از زهرآلود شده ها فوتیدند. مقامات تندرستی ولایت اولیانو خبر دادند که نشانه‌های زهرآلودشوی ساکنان این ولایت به نشانه‌های بیماری 69 تن از شهروندان ازبکستان مانند است که میانه‌های ماه ایول آلوده شده بودند. مقامات تندرستی ازبکستان گفتند روز 17 آگوست چندی از طبیبان ازبکستان برای معالجه مهاجران زهرآلود شده به سمره پرواز کردند. یک جوان 25 ساله توجیکی در گذرگاه فوتیاباد مرزی تاجیکستان ازبکستان به عربه‌کشی مشغول بود میگوید یک تاجر توجیک پس از یک بحث لفظی او را شدیداً لطوکوب کرد و عین حال او با آسیب مغزی بستری شده است. چون و چرای این قضیه را کمی دیرتر برای شما بینندگان عزیز توضیح خواهیم داد. قانون جنجال برانگیز اصلاح می شود. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان میگویند اگر قانون کاری وکیلان دفاع تغییر نیابد مشکلی دسترسی به ادوکات باقی خواهد ماند. حالا اعضای این اتفاق پیشنهاد خود را به پارلمان برای بررسی ارائه کردند. سال 2014 مقامات تاجیکستان قانون درباره ادوکاتورا را تغییر دادند که به گفته منتقدان مشکلات و محدودیت‌های کاری وکیلان دفاع را بیشتر کرد. کارافتادگان میگویند ادوکات‌ها تنها در پرونده‌های اولیوی و مأموری به جبردیده‌ها کمک رسانده می‌توانند در پرونده‌های به اصطلاح وزنین دست کوتاه دارند. پیشنهاد اتفاق ادوکات‌ها از چی عبارت است؟ بعد کمتر از 3 ساعت دیگر معلومات خواهیم داد و بینندگان عزیز اگر ساعت 1 به وقت پراگ ما رو همراهی کنید در برنامه خبری این و دیگر موضوعها رو میتوانید تماشا کنید. ما هم شما رو منتظر هستیم در همینجا در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب. باقی سلامت باشید و تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.